مرگ در مسیر حق در حقیقت رسیدن به الله است. او اللهی که ما هر لحظه آرزوی ملاقات رو داریم. از این بترسید. ما چطور از مواجه شدن و از ملاقات با پروردگار خود بترسید؟ عجیب است. این مفهوم معنویت است برای بنده مؤمن. این مفهوم در زندگی صحابه هم زیبا تمثیل شده. زمانی که در غزوه احد مشرکین سر صدا میکنن که محمد کشته شد، یک صحابی میشنوه میگه که خب محمد در اون مسیر کشته شد، شما از او فرار میکنید؟ از جنت فرار میکنید؟ از دیدار پروردگار فرار میکنید؟ از ملاقات با الله فرار میکنید؟ عجیب است. او با این امید که گویا پیامبر کشته شده میگه پروردگارا من براءت میکنم از آنچه که دیگران مرتکب شدن و میگه قسم به الله هست و بوی جنت را از کوی احد به شام میرسه، اما مسیر حرکت میکنه تا کشته میشه. معنویت یعنی این. انسان وقتی میگه که مالک یوم الدین، این مفهوم در ذهنش زنده هست که من پروردگار خود را ملاقات میکنم و مرگ یعنی رفتن در مسیر ملاقات پروردگار. انسان مؤمن از مرگ نمیترسه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی شهید میشن جمله مشهور و همیشه از اونا تکرار میشه فزت و رب الکعبه، پروردگار کعبه قسم که من کامیاب شد. این جمله را میگن. چرا ما از مرگ فرار میکنیم، میترسیم ولو در مسیر حق باشیم؟ اصحاب رسول الله بزرگان دینی ما این رقم نبودن. با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه، میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم، من میرم میخوایم زندانی بکنیم با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که از او تنها باشه. میگه در زندان با پروردگار خود خلوت میکنم. ما را تبعید بکنیم در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کردن میتونیم؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه و نماز مکتب است برای کسب معنویت، مکتب است برای احیای مفاهیم ایمانی. یادآوری همین مفاهیم است. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله، نه، برش آمادگی دارن. جالب از اصحاب رسول الله من پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟ این گویایی که اونا منتظرن. پیامبر ازشون پرسان میکنن چی آماده کردی برش؟ مالک یوم الدین چی برش آماده کردی؟ گپ جالب میگه. میگه اعمال ندارم پر الله پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و پیدا. ما از این نعمت ها محرومیم. به یاد ما نمیآید. از نعمت محبت الله محروم شدن از همه نعمت ها محروم شدن است. گاهی وقتا باید با خود فکر کنیم که در قلب ما محبت الله پیامبر وجود داره. او محبت الله پیامبر باعث شده بیای از پیامبر وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است. قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شدن، خیلی خطرناک، که همه هستی به لرزه میآید. این می از امون پرسان میکنه چه وقت قیامت میاد رسول الله؟ چرا تو از این پرسان میکنی؟ محبت الله در قلب من است. انسانی که محبت الله در قلبی باشه در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه.
قلبش در مقابل الله خاشع است. ما این حالت نداریم. از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقع نجات در روز قیامت را داریم، توقع رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر میکنیم چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟ چرا این کلمات بسیار عظیم الله قلب‌های ما را بیدار نمی‌کنه؟ هر روز 5 بار در مقابل الله قرار میگیریم، تنها در نماز پیشین 10 بار تکرار میکنیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. پس باید قدر این گپ را بدانیم، از الله فرار نکنیم، به طرف الله باز بگردیم، قیامت را فراموش نکنیم. این مفاهیم در ذهن ما وقتی زنده بود. الله را خواهرشانه عبادت میکنیم، از عبادت الله خود لذت میبریم و او عبادت باز میتونه ما را به مسیر هدایت استقامت بده، میتونه ما را از منکرات و از بدیها دور بکنه. الله متعال بر همه ما شما نمی توفیق نصیب بکنه. پروردگارا تو ما را از جمع انسان‌های غافل نگردان. پروردگارا تو ما را از جمع کسانی که مستحق غضبتند و از جمع گمراهان نگردان و در قلبت محبت خودت بر ما جا بدی. پروردگارا نمیتونیم ما بدون توفیق تو هیچ کاری بکنیم. پروردگارا تو ما را به نفس‌های ما واگذار نکن و نعمت‌های خودت را از ما دور نگردان. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت